احساس محکم بود. به نظر شما چه دختری کنسله؟ از نظر من علمش اخلاقش هم خوب باشه که دیگه نور الان دیگه نوره. خیلی عالی. سلام، خوب هستین؟ سلام، وقتتون بخیر. یه سوالی داشتم ازتون، این که چه پسری از نظر شما کنسله؟ پسری که دروغ میگه. پسری که خسیس باشه. آره خسیس باشه. حالا یه پسری که پارتنر چیزی نباشه کلا. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه پسری که نمیشناسینش کلا، مثلا خواهی قضاوتش کنین و پسری که شب اسکینی میشه. مخواب صدات بشنوم من توی دیوانه خان و خصاصت بازی در بیاره و اینکه نشه بهش اعتماد کرد و به نظر شما هم همین نظر؟ بله. خب بعد این خسیس باشه یعنی چی؟ یعنی تا چه حد مثلا یه پسر میتونه برای پارتنر مورد علاقش خرج کنه؟ یعنی نه اینکه حالا خرج خیلی زیادی هم بکنه، ولی اینطوری هم نباشه که خیلی خساست به خرج بده. مثلا دیت اول سر یه بیرون رفتن استرس پول و جا اینا نداشته باشی لاقل تو مناسبت‌های کوچیک. آره بالاخره بعد مثلا شما در حدی پایه هستین که اگه یه روز حالا واقعا پول نداشت باش اوکی باشین برای بیرون. یه قدم برداره، خوششه. 10 قدم بایم. دقیقاً. خوبی داداش؟ کردم. چه دختری کنسله؟ همه جور دختری. همه سوال دیگه ازتون دارم، پسر قد کوتاه پولدار یا قد بلند بی پول؟ خب این چیزا اصلا معیار نیست، مهم شخصیتی طرفه. قد بلنده تغییر. شما هم قد بلند؟ من قد برام ملاک نیست، بیشتر اخلاق طرف ملاکه. اخلاقو تو قرار اول میفهمین، توی مرور زمان میفهمین؟ شخصیتش اولین چیزیه که معیاره. با ظاهر که نمیشه کسی قضاوت کرد که میشه. خب همون بحث ظاهره بود. من خب خواستم اول اصلا ظاهری اگه بخوایم بگیم، خب به مرور زمان طبیعتاً اصلا طبق مطالعات روانشناسی که انجام دادن آدما پس از 3 ماه خودشون رو بروز میدن، پس طبیعتاً حداقل 3 ماه زمان لازمه. من اخلاق زیاد برام ملاک نیست. ترجیحاً قد بلند داره ترجیح میده. خب خیلی خوشحالم که شما هم جز اون دسته نیستید که سمت احساس محکم نیستین که سمت حالا میگن آهن پرستی و این چیزا. مهم اون شخصیت طرفه دیگه، بقیه‌اش چیزایی مهم نیست اصلا. خب دستتون در نکنه. قد و قیافه. اگه قدش بلند باشه اخلاقش هم خوب باشه که دیگه نور الان دیگه نوره. خیلی عالی. بهترین کیس. بهترین کیس. باشه دستتون در نکنه. چرا؟ والا همشون بعد از یه مدتی ول میکنن. سلام، خوب هستین؟ سلام، ممنون. به نظر شما چه دختری کنسله؟ از نظر من همه دخترها اوکیه، ولی خب نه. حالا از نظر منم دختری که بخواد با هر کسی بپره و بره سراغ هر کسی به جز خودت وقتی تو رابطه است با تو کنسله. ممنونم، مرسی. پارتنرت باشه، تو رابطه باشی، اون چه وقتی کنسل میشه اگه چه اشتباهی بکنه؟ پارتنرم باشه، خب مچشو بگیرم که قطعاً آره اون که واقعا دیگه کاته. جایگزینش گفتی چی قبل ویدیو من گفته بودی؟ موتور. فقط موتور. فقط. اونم فقط هوندا باشه. فقط هوندا. عوضم بشه کاته به نظرم. آدمی که عوض بشه به درد نمیخوره. دیگه باقی موتورها سوسول بازیه. آره اونم قبول دارم، ولی خب یعنی شما الان هوندا سوار میشی؟ بله. هوندا ماشاءالله. و اینکه وقتتو گذاشتی دست در نکنه. حالا ولت هم کردن طوری نیست که تو اون بهش وابسته میشی ول میکنه، چه فایده داره؟ حرف تو درسته نه حرف من، میدونم اینو. خب باشه دست در نکنه عزیزم، خواهش میکنم.